روز 19 مارت در عرفه عید نوروز در شهر اکاترینبورگ روسیه آزمون زیبایی به نام میس نوروز 2022 یا بانوی نوروز 2022 دایر شد. در این آزمون دختران زیبای باشقرد و تاتار، قزاق و قرغیز، ازبک و تاجیک و آذری و چچن با لباسهای ملی خود در تن روی صحنه آمده با تهیه غذاهای ملیشان، خواندن ترانه و اجرای رقصهای ملی و قصه کردن داستان و افسانه های مردم خود برای دریافت عنوان بانوی نوروز مبارزه بردند. شاجایزه این آزمون و عنوان بانوی نوروز نصیب نماینده تاجیکستان معینه خوجایوا شد. معینه خوجایوا 18 سال داشته در تاجیکستان در اسار به دنیا آمده است، ولی اینک 13 سال باز با اهل خانواده‌اش در اکاترینبورگ زندگی میکند. معینه حالا در سال اول کالج طبی ولایت سوردلوفسک تحصیل میکند و در آینده میخواهد استماتولوگ شود. معینه بعد پیروزیش در آزمون بانوی نوروز سال 2022 در مصاحبه با نشریه اورالسکی مریدیان گفت پدر و مادر او 5 فرزند دارند و او فرزند کلانی است. عنعنه‌های مردم خود را ما در بیرون از تاجیکستان فراموش نکردیم. در خانه‌مان در اکاترینبورگ ما همه لباس ملی میپوشیم و اساساً غذاهای تاجیکی میخوریم. خوراک را برای ما مادرمان میپزد، نقل کرده است معینه. آزمون از چند مرحله عبارت بود و از جمله داوطلبان میبایست در نمایش لباسهای ملی اشتراک کرده هنر خود را در تهیه خوراک ملی و نقل کردن داستان و افسانه های مردمی نیز به نمایش گذارند. معینه میگوید به او به خصوص اجرای رقص تاجیکی خوش آمد. هنگام نمایش لباس های ملی باشد معینه خوجایوا لباس اطلس در تن و توقی زردوزی در سر روی صحنه آمد. او میگوید در زادگاه او در اسار دختران از لباسهای ملی اطلس را بیشتر خوش دارند و بیشتر اطلس میپوشند، به خصوص در فصل نوروز. در بخش داستانها معینه مسئله مشهور پیش حضرت سلیمان آمدن دو زن را قصه کرده است که هر دو با یک کودک دعوای مادری میکنند. او دوام این داستان را چنین نقل میکند: یکی میگفت این طفل من است، دومی میگفت این از من است. سلیمان حکیم گفت من این بحث شما را چنین قضاوت میکنم: بگذار هر کدام شما از یک دست کودک بدارد و هر کس کودک را به طرف خود بکشد. کسی زور بیاید و کودک را به طرف خود بکشد، کودک از امان می شود. یکی از زنهای دعواگر محکم از دست کودکش داشته و برای رقابت آمادگی گرفت و این کودک می توانست در این سبقت دو پاره شود. اگر زن دوم نمی گفت بگذار طفل پیش این زن بماند و اون وقت حضرت سلیمان امر داد که کودک را از اون زنی که از دستش داشته بود بگیرند و به اون بتیند که میر مادریش بالا گرفت و نخواست حتی برای به دست آوردن طفلش به او آزاری برسد. معینه خوجایوا میگوید هنگام اعلان غالبان نام او را از همه آخر اعلان کردند و او در این بین نام خود را در بین غالبان نشنیده حتی نو میدانه اشکم ریخت است. به خود گفتم که تماما یگانجا نگرفتم، حتی اشک چشمم ریخت و وقتی پیروزیم را اعلان کردند این برایم کاملا غیر انتظار بود، میگوید این دختر تاجیک.